درود و رحمت الهی بر خاندان یکایک شما تماشابینان گرامی. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو با شما شوکتی محمد. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. با فرمان شریف جان جمعه‌زاده رئیس شهر حصار در مسجد نوساخت مرکزی شهر میخواهند دفتر اداره نتایج دولتی، خانه عقد نکاح و کارگاه دوزندگی باز کنند. محمد جان سیدوفی 13 ساله قاری قرآن و داننده چند زبان را به خاطر فعال سیاسی بودن پدرش مقامات تاجیکستان به مکتب کودکان دشوار تربیت سپرده اند. هزارها نفر مهاجران نمیدانند مبلغ‌هایشان را چگونه ارسال کنند و هزارهای دیگر در کشور نمیتوانند مبلغ‌های ارسال شده را دریافت کنند. داماد رئیس جمهور مردم را سرگردان کرده است. هزارها نفر مهاجر نمیدانند مبلغ‌هایشان را چگونه ارسال کنند و هزارهای دیگر در کشور نمیتوانند مبلغ‌های ارسال شده را دریافت کنند. مرکزی پروسسینگی داماد امام علی رحمان جمال الدین نورعلیف سیستمی را که سالها به مشکل کار میکرد به هم زد و معلوم نیست کی بحران در این ساحه رفع می شود. با وجود تاکیدهای زیادی بانک ملی و خود معاون رئیس این بانک جمال الدین نورعلیف تا هنوز سیستمی نو بانک ملی نتوانسته فعالیتش را پر به راه ماند و هزاران مهاجر کاری و خانواده هایشان را سرگردان کرده است. شبکه یونیستریم هم چگونه که کارشناسان قبلا آگاه کرده بودند نتوانسته است جای زلطه کرانه را که 82% انتقال ها را انجام میداد بگیرد. برعکس در کار این شبکه هم صدمه تکنیکی رخ داده، حالا اصلا نمیتواند مبلغ مهاجران را انتقال دهد یا در پرداخت مبلغ های انتقال شده مشکل ها پیش می آیند. دیروز هزاران نفر پیوندان مهاجران در کشور ساعتها در بانک ها منتظر بودند تا توانند مبلغ های به نامشان ارسال شده را دریافت کنند. نه کارمندان بانک میدانستند چگونه با سیستم نو کار کنند، نه خود شبکه های انتقال یونیستریم و کانتکت درست کار میکردند. عبدالشکور یک ساکن شهر دوشنبه به پیام گفت که برای گرفتن 3000 روبل مبلغ ارسال کرده برادرش 4 ساعت در بانک نوبت ایستاد، اما وقت نوبتش رسید رمزی که برادرش فرستاده بود چیزی نشان نداد. عبدالشکور میگوید خزینه‌دار بانک گفت رمز نادرست است، اما برادرم عکس رسید را فرستاده بود و نادرست بودنش امکان نداشت. تنها بعد 5 یا 6 مراتب به سیستم وارد کردن رمز انتقال پیدا شد. عبدالشکور میگوید چندین نفر تا رسیدن نوبت او از نزد خزینه‌دار بانک ناامید به خانه هایشان برگشتند. دلاور شمس اللهیف یک مهاجر کاری که در شهر اوفای روسیه کار و فعالیت دارد به پیام گفت مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند مبلغ را با یونیستریم فرستیم، اما به چند نقطه این شبکه که سر زدم مبلغم را قبول نکردند. توسط کانتکت فرستادم، اما به همسرم گفتند که هنوز نرسیده است، هرچند از فرستادنم 20 ساعت گذشت. یک مهاجر دیگر از روسیه به ما تماس گرفته گفت که 40,000 روبل روسی به تاجیکستان ارسال کرده است، اما تا حال پیوندانش نتوانستند پول را به دست گیرند. اینک ثبت گفتگوی ما با این مهاجر. چی شد وضعیت اساسی شما چیکار کردید که پرداشتنش؟ من روسیه کردیم یک 12 سال همیجدم تاجیکستان رفتم نیستم نرفتم просто پول روی میکنم همیشه خیش و تبورده برای هم گفتم همین روی کردیم نه 40,000 روی کردیم ای روزی یکم روی کردیم پشتی بگیم تو امروز вообще پوست ما گرفتن نتونستم در میرم کلی همه شوکه استیما شوکه نفهمیدم نمیدونم دیگه حیات کار میکنم با هم بانکی رو با هم شیطونه اونجا را روز که من کوریم کارشون و چو 5 نفر رفتیم 500 کیلومتر رفتیم با مسکو را پول روی کردیم خریبو تا اولستانش
بعد با مسکو رفتیم پول روی کردیم. شما با کدوم سیستم پول روی کردین؟ زلاتای کارو روی کردیم دیگرش هم نی. همین یک برادر گفت که نمیده چیکنیم. ما گفتم که چیکو؟ گفتم همین گفتم که بفهمم. ما روز که با خیلی سر کار ندارم بایتری کارو. ما گفتم پیمایی هم میپرسیمش. چی گپش دیگه گفتم ما شمیدن. بعد تا جهاز کامera ویدیو کردیم میگه ویدیو کردیم بچه‌ها میگه قطعا اگه سوما پالچه که وازواد نگیم خود با دیگر روش که نشد قطعشون میگه جنگ وریا گپود میزنن با خودو. همچنین روزنامه‌نگار تاجیک ارشاد سلیمانی کار نکردن شبکه یونیستریم را در صفحه فیسبوکیش تصدیق کرده است. یونیستریم هم کار نمی‌کرده است. 2-3 روز پیش چندی از همکسبان ما شیوه نوی انتقال پول به کشور و تشکیل مرکز نوی بانک ملی را به تعبیر خودشان شرح و تفسیر می‌کردند و می‌گفتند کار درست و سری وقتی است. اما این مشت همکسبان ما مشکلات مردم گران شدن حق کمیسیه از ما 1.6% کمیسیه ستانیدند و سرگردانی ها را نادیده می‌گرفتند و آبصافکنه که بیش نبودند. من 3 روز پیش برای کودکان از بشکک پول روان کردم با یونیستریم. 2 روز است در بانک های تاجیکستان میگویند که آن را دیگر باره از طریق کانتاکت بفرستند. یونیستریم کار نمیکند گفتند، یا اگر کار میکند چرا نان پولی مردم را نمیدهند؟ دیمیتری گلابوفسکی کارشناس مسائل اقتصادی روسیه با این باور است که بانک ملی تاجیکستان نباید برای ارسال مبلغ مهاجران کاری تاجیک مشکل ایجاد میکرد. این اقتصاددان روس میگوید بجای محدودیت در روند انتقال مبلغ مهاجران کاری تاجیک از روسیه، بانک ملی تاجیکستان خوبترش میبایست نظارت بر انتقالهای پولهای کلان و شبهناک را تشدید میکرد. دیمیتری گلابوفسکی در صحبت با خبرگزاری سپوتنیک اجرای محدودیت بر انتقال درآمدی ارسالی کارگران مهاجری تاجیک را اشتباه توصیف کرده گفته که اگر هدف تشدید نظارت بر روند انتقال پول از روسیه به تاجیکستان به خاطر ملاحظات امنیتی باشد، باید این نظارت بر ارسال پولهای کلان متمرکز شود، زیرا در شرایط فعلی بیش از همه خانواده‌های کارگران مهاجر زیان خواهند دید. با فرمان شریف جان جمعه‌زاده رئیس شهر حصار مسجد نوساخت در مرکز شهر را می‌خواهند دولتی کنند و در بینای مسجد دفتر اداره نotariusi دولتی، خانه عقد نکاح و کارگاه دوزندگی باز کنند. در این باره یک منبع از شهر حصار با شرط افشا نشدن نامش به پیام خبر داد. طبق اطلاع منبع این مسجد به نام امام اعظم بوده در کوچه هلالی پیشتر کیروف قرار دارد و از 4 آشیانه عبارت می باشد. تا امروز مردم از حساب مهنت حلال خود و کمک بعضی از تاجران ناحیه حصار مشغول به آخر رسانیدن ساختمان این مسجد بودند. در این مسجد گنجایش تا 4000 نفر نمازگزار در نظر گرفته شده بود. گفته می شود این مسجد نو را در شفت بینای مسجد کهنه شهر ساخته بودند، چون مسجد کهنه علکه شرایط گنجایش نمازگزاران را نداشته است. مسجد در چهارراه قرار داشته از 4 طرفش راه ماشین گذر واقع است و اکثر وقت روزهای نماز جمعه مردم به مسجد نمی گنجند و تا راه ماشین گذر برای نماز صف می کشند. بنابر مؤسسان مسجد با کمک مردم و تاجران ناحیه تصمیم گرفتند در شفت مسجد کهنه مسجد جدید بسازند. اما در عرفه به اتمام رسانیدن ساختمان مسجد نو حکومت آن را از خود کردن است و می‌خواهد در اینجا 2 اداره دولتی و 1 کارگاه دوزندگی باز کند و علکی برای این فرمان رئیس شهر صادر شده است. این در حالی است که یک عضو شورای مؤسسان مسجد به پیام گفت که تمام اسناد لازمی از اجازه برای ساختمان مسجد تا حجت‌های مسجد همه را دارند. مسجد بندی در تاجیکستان 10 سال است که ادامه دارد و به حکم عنعنه در آمده است. هر سال مقامات از بستن صدها مسجد گزارش می دهند، اما شمار مسجد در آمار آنها هیچگاه کم نمی شود. همان زیاده از 4000 که 10 سال پیش صدا می داد تا هنوز از زبان مقامات صدا می دهد.
یک تحقیقات پیام نشان داد که اکثر آمارهای ارائه کرده مقامات درباره مساجد دروغ بوده، هیچ یک از آمار به دیگرش راست نمی آید. تحقیقات انجام داده ما را در پایگاه تحلیلی سیاسی و اطلاعاتی پیام نقطه net می توانید مطالعه کنید. محمد جان سیدوف 13 ساله قاری قرآن و داننده چند زبان را از طرف مقامات تاجیکستان به مکتب کودکان دشوار تربیه سپرده شده است. تخمین زده می شود سبب این اقدام مقامات عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعال سیاسی بودن پدرش محمد ظریف سیدوف است. در این باره خود محمد ظریف سیدوف امروز 10 دکبر با نشر یک ویدیو در صفحه فیسبوکیش خبر داد. او میگوید پسر 13 ساله‌اش را ظاهراً برای فعالیت‌های اپوزیسیونی خود او جزا داده‌اند. خود محمد ظریف سیدوف از سال 2015 بیرون از تاجیکستان قرار دارد و در اروپا پناهنده شده است. به گفته محمد ظریف سیدوف، پسرش سالهای 2013 و 2014 در یک لیسه در دهه چهارباغی ناحیه وحدت که آنجا زبان عربی و قرآن را هم درس می‌دادند تحصیل می‌کرد. بعداً فعالیت این لیسه ممنوع شد. سیدوف پسرش را برای ادامه تحصیل به یک مکتب به شهر دکه پایتخت بنگلادش فرستاده است. به گفته او پسرش در بنگلادش چند زبان از جمله زبان بنغالی و عربی را آموخته، قرآن را هم پر حفظ کرده است. سیدوف میگوید سببی به مکتب کودکان دشوار تربیه سپردن محمد جان تنها انگیزه های سیاسی داشته به فعالیت های اپوزیسیونی خود او ربط دارد. محمد ظریف در شبکه اجتماعی گفت که اگر من مخالف چخیلی که میگوید جنایتکار تروریست هستم، کودک چی گناه دارد که او را جزا میدهید؟ حالا خودی محمد ظریف سیدوف، پدر محمد جان سیدوف، در خط علاقه با ما می باشد و جزئیات این قضیه را از خودش می پرسیم. برادری گرامی، می گفتید که آیا درک دارید که مقامات به چه خاطر فرزند شما را به مکتب دشوار تربیه سپاریده اند؟ معلومات های دقیقی در دست دارم که مقامات بارها با تهدید به مادرشان و به بعضی باز نزدیکان گفتن که به خاطر که پدر این کودک در خارج از کشور علیه مقامات حرف میزند، ما فرزندی او را در این گونه مکتب ها تربیت میکنیم. حالا یگان اطلاعی درباره وضعیت و سلامتی فرزندتان در دست دارید؟ آره، معلومات ها هست که مادرش فقط اجازه دادن که مثل همون زندانیایی را که میروند خبر میگیرن، یک نفر بالای سرش هست مثل این خبر بگیرد و حتما تحقیق کردن که هیچ حرفی باید از داخل بیرون نبراید و فرزندمون گریه و زاری کرده است که نمیخواهد در این مکتب بخواند و در حالی که سازمان ملل یک عهدنامه با نام عهدنامه حقوق کودک به تصویب رساندگی است که حکومت تاجیکستان هم عضو سازمان ملل و این عهدنامه را قبول کرده و امضا کردگی است. در اوج آمدگی است که کودک حقوق دارد که اخبارات بگیرد و اخبارات پهن کند، ولی این کودک ما و مثل این ده ها کودک دیگر نمیتوانند اخبارات حتی با پدر و مادر خودشون از داخل از وضعیت خودشون اخبارات خودشون با پدر و مادرشون شرح بدهند که در چگونه وضعیت قرار دارن و چگونه درس و تحصیل میکنند. میگفتید که برای رهایی فرزندتان از مکتب دشوار تربیه حالا چه تصمیمی دارید؟ برای رهایی فرزندمان حالا تمام معلومات ها را جمع کردگی هستیم و دلیل های کافی وجود دارد که به سازمان ها پیشنهاد کنیم، ولی بازم به خاطر که بعضی دوستا خواهش کردن که شاید مقامات از این تصمیمش دست بکشد و فرزند شما را به مکتب بهتر ماند و فشارها بالای خانواده را به همین خاتمه بدهد، اگرچه امیدی نداریم ولی
به هر حال به خاطر نرنجیدن اون بعضی نفرها که حالا نمیتونم بگم اونو کی هستن، خب موقتا میبینیم که چی اقدام اینا میکنن. اگر کمترین فشارها که تا حال رفته ایستاده از بالای تمام خانواده های مخالفین و از جمله بالای خانواده ما که با همه فکت و دلیل ها در دست دارم و در حالت ادامه یافتن این فشارها حتما به تمام سازمان ها و تمام کسانی که حقوق کودک دفاع میکنن مراجعت میکنیم و حق خودمان از مقامات طلب میکنیم که باید حق کودک و حق ما اجرا کرده شود. دانسته می شود قضیه اویغورهای چین در تاجیکستان تجربه می شود. مردم که خاموش بودند دیگران هم به این گونه مکتب ها رهسپار می شوند. محمد جان سعیدوف از سال 2015 تا سال 2019 در شهر دکه بنگلادش تحصیل کرده. ماه فوریه سال 2019 با نیت خبرگیری مادر و بابا و بیبیش و عوض کردن شناسنامه‌اش که مهلت اعتبارش به پایان می رسید به تاجیکستان برگشته است. اما بعد بازگشت مقامات تاجیکستان به محمد جان سعیدوف دیگر امکان سفر به خارج را برای ادامه تحصیل ندادند و ماه نوامبر سال 2019 او را به مکتب کودکانی دشوار تربیه در دوشنبه سپردند. واتبعوا كقول الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. برنامه ما ادامه دارد. حالا برایتان چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه گزارش می‌دهد. در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان را محاکمه نمودند. این مسئله امروز ضمن جلسه شورای مجلس نمایندگان محاکمه شد. طور محمد عطا سلطانов کاتب مطبوعاتی پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان به رسانه‌های محلی خبر داده است لایحه مذکور دایر به مسائل پیشگیری نمودن قانونشکنی‌ها از طرف جوانان و نورسان تهیه شده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است. لایحه از مقدمه 4 باب و 29 ماده عبارت بوده با در نظر داشت تجربه دولت‌های خارجی کارکرد شده است. با گفته محمد عطا سلطانov مقصد از قبول قانون مذکور مقرر و معین نمودن صلاحیت مقامات و اداره‌های وکالتداری دولتی و غیر دولتی در تأمین آگاهانی، پیشگیری حقوق ویرانکنی و دیگر کردارهای ضد جمعیتی نابالغان میباشد. رهبران کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین به خاطر جستجوی راه‌های حل نزاع در شرق اوکراین در شهر پاریس فرانسه ملاقات دایر نمودند. طور بخش خبری آسیای مرکزی می نویسد گفتگوی رهبران روسیه، آلمان، فرانسه و اوکراین تا نیمه شب ادامه یافته در آخر نشست خبری مشترک آنها برگزار شد. جانبها ملاقات علاهیده نیز انجام دادند. رهبران روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی بار نخست ملاقات کردند. گفته می شود جانب‌های اجرای سازشنامه مینسک درباره حل نزاع دونباس را بررسی کرده به سازش رسیدند که اجرای نظام آتش بس باید تا آخر سال 2019 تأمین کرده شود. اشتراکداران واخوری همچنین تبادل همه بازداشت شده ها را تا آخر سال روان بحث کردند. زلنسکی گفت برای این کار باید رویخط همه تبادل شونده ها را ترتیب داد. رهبران 4 کشور راضی شدند که شکل برگزاری انتخابات های محلی را در منطقه های زیر اداره جدایی خواهان 4 ماه بعد در ملاقات آینده خود بررسی می کنند. در آخر نشست جانب‌ها اعلامیه مشترک را امضا کردند که پایبندیشان را به سازشنامه مینسک در اساس گفتگوهای آینده تایید می کند. بر اساس سندهای مخفی که در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مقامات آمریکا واقعیت جنگ در افغانستان را پنهان می‌کنند.
Washington Post аввалин расонае буд ки санадҳои махфӣ марбут ба ҷанги номуваффақи Вьетнам мунташир карда буд. ин бор низ асноди махфии Афғонистонро ки аз соли 2002 ба ишғоли Амрико даромадааст ба даст овардааст. асноди махфӣ фош кард ки Амрико дар Афғонистон номуваффақ будааст. ин санади 2000 сафҳаӣ ба дастомада шомили мақомот, генералҳо ва дипломатҳое аст ки нақши мустақиме дар ҷанги Афғонистон доштаанд. беш аз 400 нафар аз ин афрод гуфтанд ки авзо дар Афғонистон ба хубӣ пеш намеравад ва Иёлоти Муттаҳида дар як ботлоқ ғутидааст. дар санадҳои мазкур омадааст ки Доглас Лут, раиси мизи Афғонистон дар Кохи Сафед, дар замони раис ҷумҳури Амрико Ҷорҷ Буш ва Барак Обама тасриҳ кардааст: мо аз дарки Афғонистон дур будем, мо намедонистем ки чӣ коре анҷом медиҳем. аксари мақомот таъкид карданд ки стратегияи Иёлоти Муттаҳида дар ҳоли ҳозир дар Афғонистон иштибоҳ аст ва мақомот онро медонанд, аммо барои умум ифшо намекунанд. сарҳанг Боб Кроули, мушовири аршади нерӯҳои амрикоӣ дар заминаи мубориза бо терроризм дар Афғонистон солҳои 2013-2014 гуфтааст: барои хуб нишон додани вазъияти ҳарбӣ кӯшиш шудааст. ба унвони мисол, назарсанҷиҳо комилан ғайриқобили эътимод буданд. бар асоси оморҳои расмӣ 934 то 978 миллиард доллар барои ин ҷанг сарф шудааст. тибқи маълумот аз Пентагон, аз соли 2001 то кунун 775 000 сарбози амрикоӣ дар Афғонистон хидмат карданд. 2300 нафар аз онҳо кушта шуданд, 20589 нафар низ захмӣ шуданд. Мустафо Абдуев бо тахаллуси муборизи Набӣ дар чемпионати ҷаҳон оид ба вазнбардорӣ иштирок намуда, миёни варзишгарони 35 давлати дунё мақоми дуюмро гирифт. ин мусобиқаи варзишӣ санаи 7 декабр дар шаҳри Москав баргузор шуда, зиёда аз 35 давлати дунё ва беш аз 40 000 варзишгарон иштирок намуданд. тавре сомонаи Тоҷикистон хабар медиҳад, дар ин чемпионат варзишгари тоҷик Мустафо Абдуев бо тахаллуси муборизи Набӣ дар вазни 67.5 килограмм иштирок карда соҳиби ҷои дуюм ва медали нуқра гардид. ёдовар мешавем ки 27 октябри соли 2017 Мустафо дар ҳамин намуд чемпионат иштирок карда соҳиби ҷойҳои якум ва дуюм гардида буд. Мустафо Абдуев зодаи шаҳри Панҷакент мебошад. номбурда аз соли 2004 инҷониб ба ҳамин намуд варзиш машғул аст. дар мусобиқаҳои гуногуни ватанӣ низ оид ба вазнбардорӣ иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён ва беш аз 20 медал ба даст овардааст. устоди аввалинаш Шуҳрат Нарзиев мебошад. аз соли 2015 дар шаҳри Москва дар мусобиқаҳо оид ба вазнбардорӣ иштирок намуда беш аз 20 маротиба чемпиони Москва ва 3 рекордсмен шудааст. اینجا نهایت برنامه امروزه ماست. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.